بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع بسیار مهمه که هر جوان مسلمان باید سر از او فکر بکنه و این است که ما و شما یک سلسله از درس‌های جنگ فکری را شروع میکنیم. در جنگ فکری غالبا خود جنگ فکری چرا آغاز شده و جنگ فکری چی هست و چی اهداف دارن از جنگ فکری. خب اصلا دشمنای اسلام همیشه سعی تلاش میکنن که مسلمان ها را به شکل از اشکال ضعیف بسازن و اونا را تحت تاثیر خود قرار بدن. جنگ دو قسم است. یکی جنگ مسلح هست، جنگ فیزیکی هست که مثلا یک نفر با وسایل دست داشته فیزیکی خود از زور خود، از قوت خود از استفاده میکنه. این جنگ چی هست؟ فیزیکی هست. در جنگ فیزیکی غالبا خوبیشی است که دشمن بسیار مردانوار، خود دشمن ها بسیار مردانوار و به شکل سریع و آشکارا میایه و چی میکنه؟ حمله خود شروع میکنه. مثل که مثلا مشرکین قریش سر مسلمان ها حمله کردن و آمدن به شکل عملی جنگ شروع کردن و بالای از اینا مسلمان ها را میخواستن نابود بکنن تا بالاخره مسلمان ها مجبور شدن که از مکه مکرمه چندین مرتبه هجرت بکنن تا بالاخره آخری هجرتی که به مدینه کردن و به این شکل. در جنگ فیزیکی دشمن معلوم است، سلاح دشمن معلوم است، جهتی که دشمن از راهی که می او معلوم است. اینی کلش خوبی های جنگ فیزیکی هست، جنگ مسلحانه. اما جنگ فکری برعکس ازی هست. جنگ فکری باز در اونجا دشمن در لباس دوست میه و سلاح دشمن معلوم نمیشه، جهتی که از کدام طریقه میه بسیاری وقتا او طریقه کلش مخفی میباشه. پس فرق بین جنگ مسلح و جنگ فکری اینمی هست که در جنگ مسلح هر چیز آشکار است، میفهمی که دشمنت است. مثلا از نگاه حقوقی، مثلا شما وقتی کتابای حقوق بخوانین در اونجا هم تا سن 35-40 سالگی را همیشه جنگ ها تا 30 سالگی را غالبا جنگ فیزیکی هست. مثلا یک بچه جوان است که یک کسی دیگه بعدش میه راسن میره از یخنش میگیره و بوکس میکنه و چپش میکنه، جنگ فیزیکی است. وقتی که 30 ساله شد دید که من ضعیف هستم دیگه، حالا این بچه هست خوب قوی اندامش، اگه من کتازی فیزیکی جنگ کنم این خب مرا چپه میکنه. باز اینجا مرحله جنگ چی میشه؟ فکری میشه. باز تو را لط میکنه توسط خود، نه توسط یک کس سومی دیگه. تو را کتازی در جنجال میپرته، بالاخره خوب و متزدنه که باید خودت میکردی، او را از طریق دیگه تو را چی میکنه؟ یعنی او رو باز در کتاب در کتاب‌های جرایم که ما و شما میخوانیم، در کتاب‌های کریمینالوژی در اونجا غالبا میگه که یک تعداد جرایم چی میباشه؟ تو فیزیکی میباشه و یک تعداد جرایم است که تو فیزیکی مستقیم نیست، از طریق دیگه هست، میخواد سر یک کس دیگه تو را نابود بکنه. جنگ فیزیکی، جنگ فکری اینطور است. جنگ فکری اول یک تعریفش میکنیم، بعد از اون میریم سر دیگه مسائلش. اول در تعریف جنگ فکری، غالبا در تعریف جنگ فکری میگن که استفاده از اسالیب فکری منافقانه استعمارگران به هدف رسیدن به اهداف مختلف است. یعنی جنگ فکری را کی میکنه؟ استعمار میکنه، استعمارگران میکنن، دشمنا میکنن. چرا این جنگ میکنن؟ یعنی جنگ فکری باز ما شما پسان میخوانیم که یکی به شکل فردی میباشه، یکی به شکل گروپی و مثلا مؤسساتی میباشه. این حال جنگ فکری که این تعریفش هست، این عبارت از استفاده از اسالیب فکری
منافقانه استعمارگراست که یا با اسالیب فکری تو فکر میکنن که ما مثلا تکتیک خودم اسالیب فکری چی معنی اسالیب فکری؟ یعنی اسالیب جدیده که چی هسته؟ تکتیک خودم، استراتژی خودم، مانور خودم یا کلش چی میکنه؟ یا به شکل فکری تغییر میده. مثلا در یک جای یک عسکر نمیتونه 100,000 عسکر، مثلا در افغانستان 100,000 عسکر نتونستن که مردم افغانستان تابع امریکا بسازن، لکن چند تا فیلم سریال هندی، چند تا سریال ترکی، چند تا فیلم امریکایی یا تانست که بسیار مردم چی کنن؟ از امو اخلاقش، از عاداتش، از رواجش، از کلتورش، از دینش، از عقیدهش، از کلش چی کن؟ اینه کشید. یکی از استادا یک مثال بسیار خوبش برای جنگ فکری چی میکرد؟ میگفت که یک روز شیشتا بود که یک انگلیس و یک امریکایی روس پرسان کردن، گفتن شما وقتی که در افغانستان آمدین، شما در افغانستان وقتی که آمدین چی کردین؟ گفت ما صاحب امی دکان ها رفتیم، کلچر از بین بردیم، چاکلیت از بین بردیم. مثال یعنی شفر میگفتن، مثل شکل شفر است، باز پسان میفهمین مقصدش چی است. چاکلیت از بین بردیم، کلچر از بین بردیم، دیگه زامت میکشیدیم که مثلا شیرنی باب و اینم چیزا کس یا کلش چی کنیم؟ از بین ببریم. میگه این انگلیس یا این امریکایی برش گفت که شما بسیار لابده بودین، بوره از بین میبردین، باز چاکلیت و کیک و کلچه و بغلاوه کلش از بین میره، چون اصل چی هست؟ منبعش اصلا چی هست؟ این امی بوره هست. باز گفتن بوره مسلمان ایمان مسلمان است. شما کوشش کنین که ایمان از قلب ازی چی کنین؟ دور بسازین. وقتی که سر ایمانش کار کردی که ایمان از قلب ازی برداشته شد، باز نه غیرت میمانه، نه ناموس میمانه، نه باز فکر وطن میمانه، کلی گپا باز چی میشه؟ کلش از بین میره. یعنی مثلا روز کت تانک تو بخود میره در یک قریه و یک دختر افغان میخواست فرار بده. پس اینجا کل مردم قریه بعضی خود ددان زیر تانک منداختن، یکی کت بیل میامد، یکی کت کلنگ میامد، یکی کت هر چیز میامد. خب بالاخره سر از تانک از روس حمله میکردن و این دختر چی میکردن؟ نجات میدادن. اما برعکس اینا سیاست دیگه از نگاه فکری کار گرفتن که مثلا یک نفر از دفتر کتش کار میکنه، برش میگه که مدیر صاحب ما یک سکرتر کار داریم، یک دختر بالغ جوان یک سکرتر کار داریم که این دختر بیای چی کنه در این دفتر، مثلا معاش خودت از $200، ما یک سکرتر کار داریم که مثلا من اینجا در دفتر هستم و سکرترم در اتاق بیرون باشه و مراجعین مرا چی کنه کتشان گپ بزنه، تلفنای مرا جواب بده و این دختر 24 ساعت امرای ما مشغول باشه و تمام کارهای ما بکنه، ولی $400 میده. پس این نفر وقتی که سهل میکنه، ببین یک جنگ فکری چطور دختر از همین کارمند خودم برای خود چی کنه استخدام بکنه. حالا اگه برش بگه که نمی دخترت هم یک $400 میتونی بیا زنا کنه امرای ما، باز خود نمیکنه. اینا رو به نام سکرتر، به نام یک کسی که در دفتر کار داریم یا چطور است ایره میاره، بازی رو میگه که خب چی میکنیم. بازی رو یک اعلان نشته میکنه که من سکرتر کار دارم، یک دختر باشه از سن 16 ساله تا 22 ساله. باز اینا مثلا 10 تا دختر میه، باز در بین از 10 تا دختر باز زیباترین از اون اختیار میکنه. خب ظاهرش امتحان میگه ولی امتحان تافل است، ظاهرش امتحان است. شاید برای زمین سکرتری یک 10 مردم بیه. یک جای ما یک وقت دیدم که یک اعلان شد گفت که ما چی کار داریم، 10 نفر یا 5 نفر کارگر کار داریم که در مؤسسه ما کار بکنن. 30-40 نفر آمدن و شرایطش است که این قسم باشه و انگلیسی خوبی داشته باشه. مردای آمدن که ماستری در انگلیسی داشتن، مردای آمدن که
مثلا بسیار چیز بودن و زنای آمدن که بسیار مثلا یک زن از 30 سال تدریس کرده انگلیسی همینجا میخواد کار بکنه، معاشش خوبش هست. خب یک وقت اختیار کردن دیدیم که یک 5 دانه دختر بسیار مقبول و زیبایی که اما تو دیگه فرست کلاس است اونها را صاحب استخدام کردن و هیچ انگلیسی رو یاد نداشت. نه سر از یک کورس انگلیسی را ABC را شروع کردن و میشه کورس بود درس میخوند و این ما به می چشم خود دموجه دیدم و او دخترها را آوردن صاحب بودگار هم کسایی که تافل بود چطور بود کل از را ناکام کردن و گفتن که از اینترفیو هست این 5 نفر اختیار کردن و آوردن جایگزین کردن و در اون جای به جای خود. به خاطر چی؟ به خاطر و در بین از دخترها یک 2 تا بچهای سن خورده بسیار مقبول که چی است بین سن 16 و 17 و 18 ساله هست که اونا باز ما شما میفهم کنه و برنامه‌ای که اونا دارن و چی است و از این طریق استفاده میکردن. اینال جنگ فکری چی است؟ استفاده است از اسالیب فکری منافقانه. اسالیب فکری منافقانه استعمارگرا هست، استفاده از اسالیب فکری منافقانه استعمارگران به هدف رسیدن به اهداف مختلف. میخوان که به اهداف مختلف برسن. خب اسالیب فکری منافقانه چی هست؟ اسالیب فکری است که ما اونجا وسایل جنگی داریم، وسایل فیزیکی داریم. نه، ما نمیخوایم از این طریق وسایل جنگی مثلا میشانن با هم میشن که نه، عسکر در میدان ناکام ماند، این مسلمان در میدان نبرد بسیار وقتی در میدان جهاد آمدن ای از چی گپ میزنن؟ از شهادت، علاقمند شهادت است، علاقمند جهاد است، علاقمند آخرت است. حال ما نتانستیم در این میدان چی کنیم؟ کامیاب شویم. پس این حال اسالیب جدیده که چطور ما میتونیم که این انسان تحت تاثیر خود قرار بدیم که از وجود از استفاده بکنیم به شکل دیگهش. این حال ای است. و منظور از منافقانه چی است؟ یعنی منافقانه چی است که منافق همیشه عادتش است که باطن خودم مخفی قرار میده. یعنی مسلمان است، کافر است و منافق است. چی فرق است بین مسلمان، کافر و منافق؟ مسلمان ظاهر و باطنش مسلمان است. در ظاهر هم میگه من مسلمان هستم و قلبش هم میگه من چی هستم؟ مسلمان هستم. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آنچه که در قلبش است اونمو در زبانش است. کافر چی است؟ کافر ظاهرا هم میگه من کافر هستم و در قلبم هم کافر است. مثلا شما اگر در اروپا برین یک کافر واقعی که مثلا یک دکاندار است امرایشان بشه، او میگه که پرسانش کنیم بگو این غذایی که من میخوایم این بسکیت بخرم، من اروپا وقتی که رفتم همه چیز برای من بخی ثابت شد. مثلا در دکان یک کافر مدر آمدیم برش میگفتیم که اینی بسکیت است، ما میخوایم این بسکیت بخریم، آیا در بین ازی روغن خوک یا مثلا گوشت خوک یا ایگپا هست؟ میگه است. بله هست. سیگو کافر است؟ راست خودم میگه وا بله هست. یکی تو نمیخوری دلت خیلی هست. پرسانش میگه آیا شراب مینوشی؟ میگه وا بله من شراب مینوشم، آشکار مینوشم. چرا مینوشی؟ میگه فینه می عقیدیم است، ما شراب مینوشیم. پس اینال کافر داخلم کافر است و در زبان خودم چی هست؟ کافر است. بنابراین که کافر ما مشکل نداریم، ظاهر و باطنش هم میفهمیم. اما مشکل منافق است. منافق مشکل چی است؟ که او قلبش کافر، زبانش مسلمان. در ظاهر میبر تو بسیار ادعای اسلام، دینداری، تقوا همه چیز می، در باطن ای چی است؟ ای کافر است. بنابراین این اسلوب جنگ فکری که است جنگ منافقانه هست. متوجه شدین؟ چرا منافقانه هست؟ به خاطر ازی که دشمن در لباس دوست پیش تو میه. میبر تو میگه که ما آمدیم مثلا در کشور شما کلمه استعمار. شما کلمه استعمار در اصلش کلمه استعمار چه قسم یک کلمه هست؟ کلمه استعمار از عمران آبادی گرفته شده. استعمره یعنی طلب آبادی. پس ما آمدیم که وطن شما رو چی کنیم؟ آباد کنیم.
از این خاطر استعمار این کلمه لوکس استعمال کرد که مردم والله چقدر خوب مردم هستن آمدن برای چی؟ برای آبادی. از این خاطر وقتی که نامین با شما چه قسم تبلیغ میکنن در وقتی که همراهشان بشینین براتان میگه شما جوانای آدمای ریش سفیدا یا بی عقل هستند، شما را ذهنیتتون خراب میکنه. We came to Afghanistan for reconstruction of Afghanistan. ما اینجا آمدیم برای reconstruction آمدیم. Rebuild. We want to rebuild your country. ما میخوایم که وطن شما را دوباره بازسازی بکنیم. این کلمه reconstruction و rebuild به خاطر چی هست؟ به خاطر ازی است که او میگه که من بر شما سرک میسازم، من بر شما مکتب میسازم، من بر شما شفاخانه میسازم، ما میخوایم که پانتونایتان پیشرفته شود، ما میخوایم که کاریابی شود، وطنتان چیز شود، ما دوستای شما هستیم. ظاهرا با منافقت اینمی اصطلاحات میگه. خب هر کسی که جوانی که ایره مشنوه او کاملا مطمئن است که والا چقدر خوبی وقتی که اینا گپ میزنن. واقعا ملاهای مردمایی که تبلیغ میکنه یا بسیار مردمای عقب مانده هستن، نمیخواین که وطن آباد شه، خودشان هم آباد کردن نمیتونن، دیگرم با آبادی نمیمانن. اما وقتی که گپ سر چیز شد، وقتی که باز در عقب بشین، باز اونا میگه که ما اینجا به خاطر ازی آمدیم که اینا خوب معدن داره. مردم افغانستان ها به چی تشبیه میکنن؟ میگه مردم افغانستان مار هستن، ماری هستن که بالای خزانه سینه زدن. اصل گپشون وقتی که گپ اصلی کشان در فیلم های اصلیشان، گپ های اصلیشان بکشه، میگه مردم افغانستان مارهایی هستن که در بالای یک خزانه چی کردن؟ سینه زدن. یا نه خودشان از این خزانه استفاده میکنن، چون ماری که سر یک خزانه خو کرده باشه، این مار از این خزانه چی استفاده میکنه؟ میگه این مار از خزانه استفاده نمیتونه، خودش هم استفاده نمیکنه و دیگرم نمیمانه. پس آل این مار ما چه قسم از سر خزانه دور کنیم که خزانه ایشه بگیریم؟ سعی کنین. پس مردم افغانستان شد مار، صحیح؟ و زیر پای ما معادن ما چی است؟ خزانه ماست. پس ما مارها به نظر از اونا نه خود ما از این خزانه استفاده کرده میتونیم و نه دیگرها را میمانیم. پس اگر شما میگه میخواین که در یک مملکت برین در یک جایی که مار است، مثلا تصور مار است و شما میخواین که اینمی مار از سر خزانه دور کنین، دو وسیله دارین که مار از سر خزانه دور بکنین. این دو وسیله چی هست؟ یکی از وسایل این است که شما مار نابود کنین، یک شمشیر یا یک سلاح یا یک چیز را بگیرین و این ما را بکشین و این نابود شوه و چی شوه و شما برین دست پیدا بکنین به می خزانه. یکی از وسایلش. وسیله دومیش است که شما امی ما را نکشین بلکه یک توله پیدا بکنین و توله زده برین این مار در رقص میه. وقتی که مار در رقص آمد شما باز میتونین از طریق رقص این در رقص مشغول است، شما دیگه پت خزانه‌اش چی کرده برین کشیده برین. اینا مردم افغانستان هم میگه ما چی میکنیم؟ یک تعدادش که صاحب فکر است و جدی هست و میخواد در مقابل ما مبارزه کنه، او را میریم سلاح و میزنیم و بمباردش میکنیم و میکشیمش و از پیشش همون منطقه را میگیریم. و یک تعداد دیگه از اینا که بی عقل هستن، این مسائل نمیفهمن، جدی نیستن، یا را در چی مصرف میکنیم؟ فیلم های بسیار خوبش برشان میریم، 24 ساعت موسیقی، 24 ساعت رقص، 24 ساعت مثلا برنامه های دخترها و فیسبوک و کلپ ها و آزادی مثلا در پوانتون ها و آزادی در مکاتب و اختلاط در مجالس و کل چیزها را در بازار چی میکنیم؟ باز میمانیم و حتی برای حوزه ها و برای اماکن و برای دیگران میگیم برادر اگه کس را سر شراب گیر کردی، کس را غرض نگی، کس را مثلا سر زنا گیر کردی و قبیه بسیار جدی نباشین. اگر جای مثلا مناطقی که مشهور میشه در فلانی منطقه مثلا بسیار چیز هست، مخدرات است، کس را چیز نگوین، تجار مخدرات باید اما آزاد بانین. فقط چی کنین؟ برای جوان ها چی بانین؟ دروازه های
امی گناه و زنا و شهوت و این چیزها را برشان کاملا باز بانین. بنابراین از این طریق ای کاملا تحت سیطره تو می باشه و میتونی که از وجود از چی کنی استفاده بکنی. من امرا یکی از وسایل دشمنای اسلام که هست، همیشه دشمنای اسلام سعی کنین یکی از فرمول هایشون موسیقی غذای روح هست. یک اصطلاح جنگ فکری هست که انگلیسی آمدن در بین مردم رواج ساختن که چی هست؟ موسیقی غذای روح هست. در حالی که غذای روح قرآن عظیم شان میگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب. این قلب تو، روح تو، معنویت تو توسط چی تغذیه میشه؟ توسط ذکر الله، توسط قرآن. حالا مثلا اگر غذای روح موسیقی هست، پس وقتی که پدر کلام تو میمره چرا دواده مردنش خواندنای اول میره برش چالان نمیکنی؟ چرا گل زمان برش سازش چالان نمیکنی؟ اینو چالان کن. به خاطر ازی که تو میگی غذای روحی از این ساز است، اما دواده که جان میکنه که وقت برآمدن روح هست، اینجا توسط چی تغذیه میشه؟ وقتی قرآن عظیم شان خوانده میشه، اما روح هم آهسته آهسته چی میشه؟ از بدن از انسان خارج میشه. پس وقتی که نفر میمره، تو میگی پدر یا پدر کلانت فوت میکنه و آدمی برش یک دول بزن طبله، میبینی که 3 روز در دیوال خودم میزنه یا نمیزنه. غذای روح موسیقی نیست بلکه موسیقی غذای نفس است. از این خاطر اگه شما در اونجای موسیقی رو چالان کنین، طرف یک ریش سفید سر کنین در محفل عروسی که موسیقی باشه، یک ریش سفید سر کنین، نفسش در قلیان میه، حتی کمر درد است، پیچ سفید سر کنین، اما شانه‌هایش در حرکت میه. چرا؟ نفس مادی هست، غذایش چی است؟ مادی هست. روح معنویت است، غذایش چی است؟ معنویت است. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. این میگه که انسان مؤمنه که خشوع پیدا میکنه و چی است؟ عن اللغو معرضون. از لغو چی میکنه؟ در صلات خود، در نماز خود خشوع داره. اما ما برعکس از این خشوعی گپا رو مانده، این اسلوب چی میکنیم؟ میگیم که نه، والا موسیقی غذای روح هست. این حال یکی از سلاح‌های دشمنای اسلام چی هست؟ که اما یک کس بود، ما که 3 ماجرا بحث کردیم. یک کس بود از سویزرلند و او گفت برام از اول گفت استاد تو گپای دل خدا بگو، ما گپای دل خدا. اعتراض میکرد که اسلام چطوره. خب بالاخره بعد از 3 ماه ما وقتی که جرا بحث مناقشه کردیم، این قناعت کرد که خالق ذات یگانه هست، قناعت کرد که قرآن کلام الله هست، قناعت کرد که محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر الله هست. بنابراین ما برش گفتم خیلی مسلمان شده که تو خیلی 3 چیزا که کس قناعت داشته باشه مسلمان است. گفت که نه، من مسلمان شدن نمیتونم. چرا نمیتونی؟ گفت نمیتونم. خب ما گفتم ببین، ما تو روز اول یک وعده کرده بودیم، یک قرارداد داشتیم. چی بود قرارداد؟ گفت قراردادی بود که ما و شما چی میکنیم؟ قرارداد ما بود که امو گپی که در قلب ماست امورم بگیم. این حال برای ما گپ قلبت باید بگویی که علت چی است که تو نمیخوای، با وجود که کل قناعت ها برای تو حاصل شده. گفت والا ما از جوانی، از سن 12-13 سالگی ما با چی عادت کردیم؟ به زنا، به شراب، به دیدن فیلم های نامشروع. بنابراین من نمیتونم اینمی چیزها را کتشبیخی عادت کردیم. فهمیدین؟ حالا عادت کردیم. من نمیتونم این چیزها را ترک بکنم. نمیتونم زنا را ترک بکنم، نمیتونم شراب را ترک بکنم، نمیتونم این فیلم های ناروایی را که مرد 2 ساعت 3 ساعت میبینم ترک بکنم. به این خاطر من مجبور هستم چی کنم؟ من مجبور هستم که یا مسلمان واقعی شوم و این چیزها را ترک بکنم، نمیتونم، و یا ای که مسلمان دروغی شوم، ظاهرا بگم مسلمان هستم و در باطن تمام امی بدبختی ها را انجام بدم. بالاخره او گفت که من نمیتونم که نمی چیز خدا ترک بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که من به تو یک چیز عادت کرده. پس یکی از وسایل دشمنای اسلام چی هست؟ اینمی هست که استعمارگرا به خاطر اهداف مختلف خود وقتی که دارن، اینا چی میکنن؟ اونمو پروژه های جنگ فکری خود دارن که باز این پروژه ها را سر جوانات چه قسم تطبیق میکنن، سر ریش سفیدات چه قسم تطبیق میکنن، سر کسایی که سن متوسط دارن سر زیاد چه قسم تطبیق میکنن، سر خانم ها چه قسم تطبیق میکنن، حتی سر علما و سر استادا و سر ملاها و مولوی ها چه قسم تطبیق میکنن. باز بر کل ازیا برنامه ریزی میکنن که باید مثلا هر کس مطابق اونمو چیزش، مطابق اونمو خواسته هایش، جوان چی خواسته ها دارن. یک کسی که باز از جوانی بالا رفت
بین سن 40-50 که رسید او چی خواسته ها داره و یک کسی دیگه که مثلا سنش ریش سفید است، اینال شهوت ها هم فرق میکنه. گاهی شهوت بدن است، گاهی شهوت مال است و گاهی هم شهوت چی است؟ شهوت همون جا هست که باز میشه سر از اون چیز کنه. این بود جلسه امروز ما و شما. انشالله باقی مانده درس باز در جلسه بعدی انشالله خدمتان تقدیم میکنم و اگر باز شما سوال می داشته باشین باز میشه سر از اون جره بحث بکنیم. السلام علیکم و